گنجش خناری شده، تخت خواب چوب برام بخاری شده، لقمه نان نلم. چی بابا خوندن میکنی؟ چیکار کنم؟ برقصم با تو و مادر تو. بخدیم بریم لقمه مرگ خاکی بیاریم که ما بخوریم گوشتگی دهن ما بگوی آماده. به زمستون روز چی بیارم من؟ ما چی کار کنیم؟ شما زید کردیم هم شما و مادر ما زید کردیم که خونه بریم حدیث را بریم خودی بریم تو دگه نشینی. به خدا یک پیره یهو به می خونه یافت نمیشه. نه برین داریم، نه روغن داریم، نه گاز داریم، نه مرگ داریم، نه خاک داریم، نه درد داریم. این مرگ خاک به می خونه میه. ایتا یک کبریتی یک کمپنی که روشن کنید که یک روپی قیمتی نه. راست میگی بابا جو که چه کار کنیم؟ همین مادر تو زد کرد. همه کل گناه به سر مادر منو و هم سر شماره. هست. ما با میشین دکم خلق و کلاخ بدر کدم پیش واقعیشون گفتم بابا نریم از این سرا. بابا سیواشین پشیمون میشی. برف نکدین زید کدین مادر مگفت سیواشین مثلا پیار خورمایم. سرا مادر خورمایم من پیش مادر پیار. خوب به کاسی ما کردم. راست میگی. به یک سال اصلا هم 5 روپیه ما همینجا خوب بود به خدا. برادر ما باز کار میکردم. 200 روپیه ما با ماه پسنداز داری. 36,000 چنده که قرض داریم مجم که چه کار کنیم میگی چی میگی تو بخیر مادر خود صدا کو بیایه اینا همه کل گناه مادر کنه مادر خوری یاد کنه بشی دیگه جب میکنم بشی بخوری مادرم از زور گیت شدم تو رمضان میگم پیش اینجا پیش مادر کجی بیا دیگه بابا جان کجایی بیایی دیگه مادر چی قدات میکشی چی کاره زشکایی بشوش تو اشته هوا یخ خنوکه ای بیا آمده که ما چی نداریم فلان نداریم چی نداریم خب راست میگه دیگه چی نداریم شما که فقط بشین خلاص به خدا راست میگه نی به خدا نی روغن داره نی برنج داره نی زغال داره هیچ مرگ خاک با تازه خونه پیدا نمیشه اشته خونه شد به خدا خونی بی خیر بی برکته شما که روستاشون بشینیم بخو خب چکار کنیم تا برفا نمیبینی برفا به زمین ها ریخته خب دیگه من نمیفهمم والا تمام خونه بودیم بیتر بود به شما امون روز اول بگفتم قدیمی سرا ببو بابا چوب کن دیگه 1 سال میشه بیامد یک سر با من قیر میکنه دیگه خب راست میگم نه میگم که یه چوشور نکشتو که بسر میپیم چی میگه اگر یک کار بکنیم خب پس به در دوباره خوبره پس خود بدیم ما دست خورم نمیدونم برو یلا برد نده دل من بترقید برو دیگه یا مال خدا خودت بود سرا گفتم شما یک بار از سرا به درشون دیگه نمیایید چی بگیم نه خب پیار مکی کار نمیکنم اگه برارم راضی باشم با رمضان ما همونا رو میگیم دیگه عباس خودم کمک خیره شده بود یک کار میکنم 1 سال یاد برفته از زوری بی عقلی کردم یه عباس تلفه بزدم و میته شد که آخر روزی که میرفتم هی خود تستیز بگیر زبان بگیر میکرد راست میگیم بابا سعی کن بگیر یک فیلمی بازی میکنی بفهمیدی ای برای به سراب بابو خوب بفهمیدی برای به سراب بابو خوش امتگر رسید یک بار بابو اشتنیم شما که بابو تیاریم بفهمیدیم شما که بابو تیاریم یک بار بابوی میگه چره بگه بابو شما چیزه بگه بابو شما دیشب مادر مخوادیده پیار مخوادیده که خدا نکرده او روز نه بوم مردیم انال ما گفت عمر درازه انال میفهمیم انال چیز میکنه انال همیت مادر من اردو پا خود یک کش کرده که بریم مگرم پس به سراب که بابو شما خدای نکرده میشه مریض یک دم از دست ما بره برمی فیلم بزی بلکه ما را ده میشه این کار خوبیه خوب نظریه وقتی تو برو من برو چرا ما خیلی دیدیم تو خب بگو ما شما خیلی دیدیم بگو مادر میگفته مادر من از من رزینیا بگو مادر میگفتن که من خوش دارم که تو زنده باشم خسور خود جمع کنم بخی حکمتگار و خسور خوشی باشم بخی خوبه بده بالا من خبره بده که خوبه اگه موکی که همیم امرو میریم دیگه من بد کردم که پیار خود سیما شد نمیتره همه امرو که اوکی نداره مادر کجی همه امرو که اوکی داد که با برارا ما یک دم سیخی نکنم نه که کار ندارم هم که گفتک بیایه بفهمیدی همین تو در جا سچرخ چیزی میگیریم اینی تا او بده این تو
ما به می سوره می پیار خوام بابا موردی می سرا بکن ببور اولی با پس پشیمون شده میگه و خدیم بریم اشتو خنوقه و بگیرو سلام کاکا جو یاریم بخیری شکر ببو ممسترایم ببین تو بریم برای اینا کار دارم کار داری بیا بیا مادم برای اینا کار دارم سلام ببو جو شنی ببو تیاری بخیری خیر خیریه شما که تیار خوشحاله چریه ببو جو مدن من خود دیدم که شما خدا نکرده ناجوری خوب میمونیم بفهمیدین خوب خدا نکرده انی ببو جو ما تصمیم گرفتیم اگه بشه پس میاییم به سراخ به اینجی میاییم بله ببو اوه چی میگه با پس بالا خود میاریم به اینجی میاریم اوه شیمون شدیم نه پشیمون که نشدیم مادر ما گفتم انی ما خوش دارم تا زمانی که خسر خوشی من زندی اما خدمت خسر خوشی خوب کنم خوب. ما پس میرم به خونه زندگی خود امروز اول که برای اینا بو گفتم هم به گیلک گفتم هم به عروس خود گفتم که نکنیم دلشون خدا ببینه سیوا نشه همین سرا و خونه زندگی خیاله نکنه به حرف من نکردم راست میگیم ببین والا مادر تمی تو گو ها پیار تمی تو گو ها مادر من خیلی خوش دارم ببین پس بیایم به خونه میگم من تا زندی و میرم خدمت خسر خوشی خو میکنم اونو از میلیزیشم کاش که ها بیان ببین گپ بینی هر ساعتی میان بیان خونه نوی زندگی نوی هرستی خود پس شوخی میکنه خودتو بیخی سیه ببین جو انا من میرم خبری با بابا خو مادر خو میرم برو خبرم بده. آمادگی خو بگیرم برو آمادگی خوب بگیریم هر ساعت که میام خونه شمونه زندگی شمونه خب ما امروز اول شما رو بدر کردم از این سرا خونه نه ببین راست میگی یعنی از این چی خود ناراضم خدا نکردن ناراضم نیم از این راست یا از عروس خود ناراض باشم این که خود اینا زد کردن گفتن که چون زندگی ما ایتنه و ایتنه خیر بینیم ببین جو خوشم میاد بابا میبینی عباس بگم من میتونم که اطلاع دارم در این مدت 1 سال این خرج از زن را چی خورم پیدا کردن نتونسته این زنشی حال سر من پیلان ریختم که پس بیام این خونه و زندگی همه دیگه من خبر دارم عباس این 30-40 هزار پا مال غزداره به خونه خسر خوشی هم میشینه چرا از آغاز داره گله وای 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 خرج وای وای خوردن. پس میه به در دواره خو بچه جان تو نابیلون که هر وقت تو رو زندون که برف زن خو بکنی راست میگه بابا هر کی کسی که برف زن خو کرد پشیمون خیرم نمیبینه عباس ولی بخیر این خونه رو خیلی کنه بخیر کدو خونه این خونه این طرف که خونه که میشیشتم نه بابا شما حساب شما خراب تعذر چه از گندم گازای آردای خونه خب ببریم خونه پی بچینین دیگه خونه خمیرای دیگه خب ببریم پی بچینین دیگه چیکار میشه مادر مسکین و نون پخته داشته باشه از پای خمیره ببره ولی بوم حالا زن برو تمیه خود کمک میکنه دیگه آزم چیکار نمای خونه خیلی کنه ها کدی خونه رو بدم برای اینا هم خونه خود اینا دیگه هم خونه یعنی میخونم چیکار شده اینا این خونه چیکار آخ این میمون خونه ما نمیشه میمون خونه خیلی بخیر خب مادر بله بیا مدی لا شکر چی خبرها بده بده که خطور یخ زد بده ببین آه برفتم به بابو خوب گفتم خب همین تعصاب اینا خراب نشد همین تعصاب اینا خراب شد که من مستم به دیوار بزنم چی میگی تو کجی؟ عرستکی میگم مادر نه بابیلو بیخی نشد پسی پلامان دیگه مادر چی میخندی؟ گردن ما بند ببین ما گفتم همین سنیه و قدیم بار جل خوب داریم بیایم بخوریم عرستی؟ عرستی دور به خدا لا شکر به قرآن بخیر به بیخ خوب مادر خوب بابامه من چون برش تکسر خوب شده کجا رفته برد تاته بابا بابا بخی بیا بابا بیایی چه؟ بیایم بشینیم به خیر خوشی چیکار شد؟ چه نمیدی بابا؟
شیر آمدم بابا دقیقا ما تال به جای برفتم روا بیا اول میگفتی روا آمده بیا خورم تعجب مینداختی چی دیگه گفتن؟ بابی خود بدیدی عباس بود یا بابی تو؟ عباس هم بود ببی من بود خب، هر رمضان دوی چی؟ شیشته بودم نه رمضان نبود ما چون گوشه بود چی گفتی؟ گفتم ببی جو میتونیم ما میتونیم دیگه همه قصر اختلاط کنم همه گفت که گفتم مریض بیدیم ها همینا رو همه از اون سیر تا به پونده بشیش تا به بعد بچه واقعا بچه منی نه شیطون منافقی به شیطونی هم های نه یعنی میگم نه دیگه تو نگفتم خب گفتم همین سنیه بالا کله خور میداریم میایم پس بخونه خب کو بگو به سر مادر خدا رو به سر مادر خدا اینجا میان سبزوها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا شما با هم بگی همینجا آی غیر تو کارم فرامونه میخوام کجا بریزم همینجا اینجا میان سبزوها میگو بخن تو باش میخوام اول سر خودشون تو عباس جمع میگم نگو که دیگم ما چون میای نه نه ایچی نه ببو مامان بیا بابا خلاص اونا میشم. که راضی باشن دیگه ولی ببی جو میگو بخن تو برو قوات یخ میکن سر خودش شوره زن میفهمی کجی بله دیگه تا به زمانی که دست یک کمی صدا نداره بفهمیدین تا به زمانی که زنده باشیم دیگه پیر مادر جدا نمیشی که بوم مردیم گوشنگی بوم مردیم خونه از اینا مال تخروارا گندم چیزایی بری جمع کن به ساعت جمع کن ما جمع میکنه شما برای چی کنه خب یک سه چرخ بابا بگیری بریم واش یخ میکنه سر خبر میشه نه ما با تیر مازه خب بریم پس بریم تا اینا جمع کنیم یا شکر